خب برابکس چطورید؟ آقا امروز اومدیم با پروژه‌ای که تحت عنوان هر چی تاپ کامنت بگه باید سامپل کنم بود و تو اینستا احتمالاً دیدید. فقط قبل اینکه بریم سراغ ویدیو یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و خیلی خواستید مرام بذارید یه کامنت هم برام بذارید. بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، پروژه اصلی از آقای عارف کیاس تحت عنوان پشیمونی و با هم گوش بدیم. اکچولی پروژه تقریبا شادیه، ولی نمیدونم چرا آقای عارف کیا این اولش رو خیلی دارک کرده. گام این موزیک روی مینور هارمونیک بود و از همین موضوع استفاده کردم برای سامپل کردن. و گام مینور هارمونیک کلاً گام دارکتری از مینور اصلی. این پروژه هم، این کار هم، این موزیک هم توی گام مینور هارمونیک بود. حالا قسمت اولش اینجوری، قسمت بعدش من گوش ندادم دیگه خیلی، چون دیدم این قسمت اولش خیلی دارکه، یعنی میشه از داخلش یه چیز خیلی قشنگ در آورد. به خاطر همین قسمت‌های بعدش رو دیگه گوش ندادم، فقط همین تیکه‌شو جدا کردم و از توش این رو در آوردم. و با شورتکات کنترل آلت و سی این پنجره باز میشه و یه خروجی ازش گرفتم، آوردمش اینجا و به اندازه 200 سنت پیچش کردم که یه چنین صدایی میده. البته یه سری افکت هم داره. افکت هاش یه دونه پروکیو بوده برای اینکه فرکانسی کثیفش رو بگیریم. خب چون آهنگ قدیمیه خیلی فرکانسی کثیف داشت، خاطر همین یه چنین EQی زدم. یه سایماتیکس دژاوو داریم که این یه پلاگین فریه، خودتون میتونید برید از سایت سایماتیکس دانلود کنید. کار 7 تایمو میکنه، ولی چون من با ظاهرش خیلی بیشتر حال کردم اینو استفاده میکنم. یه دونه والهالا وینتیج ورب داریم با این تنظیمات، دو تا گروسپید خاموش داریم و یه دژاوو دیگه که البته یکیش استفاده نشده، یکیشو باید پاک کنم. بدون پلاگین دژاوو اینجوریه و با پلاگینش میشه اینجوری. دقیقاً این 7 تایم عمل میکنه دیگه. عرضم به خدمت شما که یه لاین دیگه اینجا خودم اضافه کردم که این هم دقیقاً همینه. اینو با VSC ملوترون مال شرکت آرتوریاست با این زدم و یه چنین صدایی داره. بعد یه پرکاشن اضافه کردم بهش. بعد یه چیز دیگه داریم اینجا، یه سمپل دیگه داریم اینجا که دقیقا همینه ولی با یه VSC دیگه. و روی این سمپل هم یه پلاگین پورتال باز کردم. یه چیزی هم اینجا برای قسمت دراپش اضافه کردم که خیلی باحال شده. گوش بده. به تنهایی صدای جالبی نداره ولی با کل پروژه خیلی باحال میشه. گوش بده. بر بخش درامز هم یه درامز ساده داریم، کیک و اسنیر و های هت و اسنیر رول و یه اوپن هت. یه چیزی هم اینجا داریم که خب دیگه اضافه نکردم به درامز. این صداش.
و یه بیس هم اینجا داریم. اینجا شما برای اینکه بفهمید که بیستون فالش نباشه یا نه، شما باید روی سمپلتون کلیک کنید برای اینکه نوت‌های سمپلتون رو به دست بیارید. روی سمپلتون کلیک میکنید، اینجا میزنید Edit in Audio Editor. وقتی پلاگین ادیسون باز شد، اینجا راست کلیک میکنید Tools و این گزینه Convert to Score and Dump to Piano Roll رو میزنید. اینجا به شما نوت‌های سمپلتون رو میده. بعد از اینکه نوت‌های سمپلتون رو داد، شما میتونید خیلی راحت بیستون رو با توجه به اون بچینید. یا مثلا یه وقتی هست شما گام موزیکتون رو نمیدونید، میاد اینجا میزنید روی اون گزینه نوتاش که اومد، بعد از اینجا اسکیل هایلایتینگ رو میزنید روی اتوماتیک و اینجا گام به شما میده مثلا. ولی به صورت کلی اگر میخواید بیستون با اون ملودی که دارید مچ باشه، این روش بهترین روشه برای این کار. چیز دیگه ای که داریم، فقط یه دونه درام فیل داریم اینجا. یه ملودی هم اینجا داریم برای بخشی که پلاگین دژاوو روش عمل میکنه و وارد بخش لو میشه. اینجا یه ملودی دیگه اضافه کردم بهش. این هم از این و کل کارا که کردم همینا بود. حالا یه سری چیز داریم اینجا که من اینا رو اصلا استفاده نکردم و کل کار هم همین بود. سامپل کردن خیلی به درد وقتایی میخوره که بیت بلاک شد، یعنی هیچ ایده‌ای به ذهنتون نمیرسه، بعد میخواید موزیکتون رو بسازید همچنان ولی هیچ ایده‌ای ندارید. اونجور مواقع میتونید از سامپل استفاده کنید. حالا اگر نمیخواید لوپ استفاده کنید، میتونید یه موزیک دیگر رو بردارید، از خلاقیت خودتون استفاده کنید و یه سری حرکت‌ها روش بزنید و سامپلش کنید و یه پروژه جدا ازش بسازید. حالا بریم یه پریویو از کل پروژه هم بشنویم و ببینیم که چی در اومد از کار.